یه لحظه تو زندگی همه هست که همه چی از همونجا تغییر میکنه، اما نکته اینجاست خیلیا هیچ وقت به اون لحظه نمیرسن، چون منتظر وقت مناسب، حال خوب، پول بیشتر، حس بهتر، تایم آزادتر. واقعیت اینه که اون لحظه ایدئال هیچ وقت نمیرسه، چون ساخته نمیشه تا وقتی که خودت نسازیش. ببین، تو لازم نیست قهرمانی فیلمی باشی، نیازی به موزیک حماسی و نورپردازی سینمایی نیست. تو همین الانش هم نقش اول زندگی خودتی، فقط باید بازی رو شروع کنی. همه اون آدم‌هایی که تحسینشون میکنی صبر نکردن تا احساس آمادگی کنن، اونا فقط شروع کردن، با ترس، با شک، با تردید، اما حرکت کردن و همون حرکت براشون جادو ساخت. وایستادن ظاهرش بی خطره، ولی در واقع همونجاست که رویاها میمیرن، چون پشت صبر طولانی اغلب یه ترس پنهونه. ترس از شکست، ترس از قضاوت، ترس از اینکه نکنه نتونم. ولی بذار یه چیز رو رک بگم، شکست خوردن بهتر از وایستادنه، چون تو شکست یاد میگیری، اما تو تعلل فقط فرصت‌ها رو از دست میدی. راه حل چیه؟ کاری کن الان، همین الان. حتی یه کار کوچیک، یه فشار به زمین بده، یه حرکت، یه ویدیوی خام بگیر، اتاقت رو جمع کن، یه یادداشت بنویس. حتی اگه کوچیکه، شروعش کن، چون همین حرکت کوچیک موج درست میکنه و اون موج تو رو از این باطلاق انتظار میکشه بیرون. آدم‌هایی که واقعاً زندگی میکنن با اونایی که فقط دارن میگذرن فرق دارن، و فرقشون نه تو استعداده نه تو شانس، فرقشون تو یه چیزه، تصمیم برای شروع کردن. هی رفیق، فقط شروع کن، منتظر لحظه نباش، خودت لحظه رو بساز.